سلام راجیان. ساعت آجی 5 صبح اینا اومد 43 اومده ببینیم پارک ملت مشهد چه خبر داجی. ساعت 5 صبح خب اومد 43 مثلا تا اومد یک پارک ملت و خیلی طولانی و دوره و من اصلا حوصله‌ام نمیکشه برم. بشمام کیمنت بازه. آره پشمام آجی. پشمام کیمنت بازه. ساعت 5 صبح کیمنت بازه. هوا نگاه گسیه شو. 5 صبح سگ در میاد. ریدم دهنتون. 5 صبح هیچکی در نمیاد ولی گیمنت باز بود. اصلا من پشمام ریخت. ماشینم داره رد میشه و معلوم نیست یارو کارش رفتگرم داره کارش دمشگر. خدا دم همه رفتگر واقعا گرم. مچ بکله همه رفتگر ها. خب اون شوخی دارم میگم. درستی فکر کنم هم فقط باید باز باشه دیگه. منطقی نیست جای دیگه بخواد باز باشه جز اونجا. اصلا منطقی نیست. ایستگاه اتوبوس 5 صبح هست. فکر نکنم باشه. آمد 39 رسیدیم و چهارراه اول فکر کنم چهارراه آموزگار میشه، بعد ملت و آزادی ملت جا میگم. نگاه تو خوش داری من شنیدم پارک ملت سر صبح مخصوصا 4-5 اینا خیلی شلوغه. روزی میگم چقدر بست. چهارراه بعد کسکش خلص اشون خلوت خب خوردی رد شلوغ هست. مشکل نظرم ابزانه چی تخم خود کم 5 صبح در شیر گوشی دستت باشه یکم خیلی تخم خود احساس میکنم. خیلی خوردی دیویتیش قرون صابونه چه مشخص از چه کاری در اومده. کش نمیگو کنم از ویدیو دقت کنم پارک ملت بود. نه بکن بذار کامل باشه. یارو شاید پشم من نمیدونم واقعا این چیه. خب شهرداری زده فکر میکنم دستشویه. نمیدونم واقعا چیه. خب دستشویه چیه. دستشویه باید ولی اصلا دستشویه انقدر هزینه فکر نکنم. اصلا فکر نکنم مشکل حلیمیه باز.
شروع دارم اینجوری دور میمونم بالا اینه که یکم خونه قیافه دارم بنده درسته اینجوری داره بیدی چی بگم کسی اینجوری داره که یه پخی باشه که پخی نیستیم میدونم میذارم 2 هفته نگرفت سیکتر نگرفت منظورم اینه که مثلا یه ویدیو یه کاویو بگیره دیگه من به نظر من گرفته دیگه سلام دیگه والا تو چی داری؟ اشتغالی پشمان داره رو میره بچه سان چرا داریم بیرون گفزیش 5 صبح بازی تو ایسکا بشینیم 5 صبح تو ایسکا اتوبوس سگ دیدی بشینه اون 5 ثانیه بشین چوب خاص شد بریم میریم رسید اینجا چی؟ کاسه بریم کفتر پرید هی اوه خب پس کشین رو بکش دیگه نازو میکنیم توی آخری همینجوری خوب نباید زیاد دست بزنیمش ناراحت میشه پشمام با خیلی توی این راستا در نیامده میکنم تغییر کرده احساس میکنم رنگش قشنگه موتور زیاده 5 صبح نگاه دقیقا 5 نیست نه دقیقا این برتر نه دقیقا برتر ببینیم امامت چندیم ما چی افتاده چیه چیزه خوبی خیلی همون جوری داری میبینی خودم آمدنه فیلمات حاجی جان خسته نباشی مشکوک میذارم خیلی مشکوک خیلی شروع روشنه کوه داره میاد اینجا خیلی کوه داره سوپری هم بنجی سوپاس سوپری باز یه برای تو سوپری داره با یه حرف میزن یعنی اسید نیتریک و بریزیلش کار جمع نمیشه 5 صبح مردم خوابن از چون من خوابم
وقتی دور جابجا میکنم. اما بعد 23 خیلی باز کنم دیگه قدم رو بگم باید تنگ کن خود تو سویر توی فاصله نزدیک خیلی خوب میدم فکر نکنم سرد سگ دوره میکنه توی این راسته که نتونم یه میرم بین 23 و 21 سگ میمونم کوه دارم سر صبح میگه بلبلو نمیخونم حالا که فقط کلاق داره میخونه نمیدونم چه تخمی تخیلی توی ساعت چند رو میزه همین فقط از یکی از دلیلی که اومدم این بود مثلا اون ساعت چند سوال بسام پیش اومده بود که از چند صبح برم پای صبح بشینم چون سواری اتوبوس بشم بازی نکنم بهتر کنم این ویدیو که مدیم و قرار نیست حتی یه نفر ببینتش مطمئنم یعنی احتمالی که کسی من خیلی کم اگه تعداد زیادی اگه مثلا 10 نفر دیدنش 10 تا ویدیو گرفت یا مثلا یه 2 تا کامنت گرفت چند روزی هم با صبح در میشیم بریم سمت یه پارک دیگه و این وجه یعنی سخوریاش مزید بهشت میده خوب کسکش برندم دو شخصه مزید بهشت میده سخوریاش یعنی یه بار بخوری دیگه اصلا هفت جای دیگه نمیده قرار نیست بره ملت که مزید خونم خیلی وقته نخوردم خب حالا بازش یادم باز بود که آدم حواس میکرد بویه بعدی هم میده دیگه شده توی سخوری هیچ نیست چی بگم علامت یفته یکم دیگه تا علامت وان برسیم پرک ملت مشهد این چه خبر شلوغ خالی خلوت سگ پرده میزنه اینجا دیگه چون مثلا حالا زیادم تخم میکنم بزنم بسیار آره یعنی که یه چیزی میکنم حرف میزنم شما حضوری یه خودتون ببخشی اهل دل میگه متا بسته است میگه شب روزی نباید باشه دارخونه الان این دسته رخصته اونم شبانه روزیه دست چپ شد چون گفتم راست دارم اینو باز اقامت 15 مسجد همین رو برای مسجد نبرم خدا ها کیف میکنم از پیر مرده پیر زنه که سرساب در نمیشه میپود روی یعنی اینو بدنشون از من 15-16 ساله خیلی سالتر حق بدنشون دمشون بیار خدا کامیون داشته باشی ماشین از اند میلیارد قیمتش بشه 50 صبح باشی
وای فشار چیه جز که من چقدر کورم باز چشم باز نمیشه واو بازی من چقدر کور شدم ماشین سبلا شده کامینه شد بیا صدا میده بگم بر آسمان درش نمیزن خراب میشه از دور نمیش میرم من خیلی ما رو بگیرم شستم گروه ساقه بچه آره نه فکر چه بره دیگه شوک خب لبسه که 5 صبح من بخاطر تو که قرنسی ویدیو رو میده پا شده ملت زرد نمیذارم ولی دارم ملت میذارم تو قرنسی خب اصلا فکر نمی‌کردم برای توی ویدیو چون خیلی دارم آروم حرف میزنم واقعا فکر نکنم به صدا من بره دوست دارم فقط ویدیو کم واقعا اگه ویدیو یه دونه بیو نگیره یوتیوب شو کلا هیچی دیگه کلا حرفم نمیزنم توی ویدیو هر ویدیو هر جا والله خوبه مغازه خالی و چرا بودنت کمتر شیاف کنم خانه الان یکم واقعا انرژی داشتم حتی انقدر انرژی داشتم میدویدم ولی ندارم نمیکشه از هیچ بابا دیگه شلوغ میشه و آدم ترس گوشی داره باباتون میاد خیلی بطور بچسبه یه چیزی هم بیزه من خودم میدم تا خوب ندارم پشت کار کرد ریدم خودم درست گذاشت خود فقط میاد بگیر از این به همین آدم چشش نمیخوره و همینه کیف میکنم و اینجا تقریبا که اوکی یکم دیگه شدی تاییم شده دارم دیگه فکر نکنه چه خواست دارم با خدا تو خوش شانسی یه فاصله یه میرانی فکر کنم یه دو میرانی از 3 تا 4 بعدی سیفته رو باید خود که مخواست واقعا هنوز صبح تخم خواست تخم خیلی مجرد میخواد درشی بعد صبح این بند خود باید ببینم اینجا شده بودم اینجا طلا فروشی ارزی طلا مداره اون برم موبایل استقرار میشه نقاشی ندیدی بیا نقاشی برد نقاشی خواست پارکه چه خواستی نه جرد نه واقعا دریاش درچه هستی نداره بعد بس چی داره چمن داره درخت داره چی فکر کردی دیگه چی که اینجا کف شروشه خیلی هم معروف و ارزون در واقع آره دیگه ما بچه
واردش میشی مثلا یه گیری با این زیستا توش نیست مثلا نیفتاده حافظه میشه میگه برو یعنی فوش که میدی یعنی رکب که تو توی ایجا دوشه غم نداره من تو شاخه درس میگیری در آمدش چندرگوزیمون برسه شک دارم اصلا شک ندارم اصلا خیلی خوبه خوبه شده واقعا شلوغ هست دارم رد میشم انسان سانفا دورم کارم کنم سرش حرف بزن دوست سال شده پیش تو سر شما دوست دیدم از واقعا شروع بازی بریم بالا بریم فرسون نگاه کنم به چی زده اصلا قرار بود بریم تو پارک ملت ها اگه این ویدیو چند تا بریم جای کمی گرفت دستیش داریم کنیم پارک ملت ها از این کس شد خداحافظ بای